عبدالرحمن مصطفی سروکی هفپیمانا نیشتیمانی اپوزیسیونا سوری راگهاند کو انجامین لودکیا چارآلیا کل استانبول دناوبرا سروکی روسیا و فرانسا و ترکیه و آلمانیا دهاتی انجامدان لگل نارینو داخوازن اپوزیسیونا سوری لهفتین و پسندکه به انجامین گشبین اگر هاتن بجه کرن و وی باندورک وان انجامان لسر چارەسەریya سیاسی هبه. سروکی هفپیمانا نیشتیمانی اپوزیسیونا سوری سربار کرد که یک جه انجامین لودکه بلسکرنا آماده کرنا کمیتا دستوری سوری بو و او خال اگر پابندی پیوره کرن و فشارکی لسر اسد درست بکه تا کو قوناغا و گوهیزو چارەسەریya سیاسی پیش و بچه لسوریه. مصطفی دازانین که انجامین لودکه ین کو تکزیه لسر آگربستا ادلبه دکه لگوری خواستا اپوزیسیونیه و او بهیویه که آگربستا ادلبه برفرهتر به تا که تواهیا سوریه لخوا بگره. ده درباره خالا تایبت به پنابران سروکی هفپیمانا نیشتیمانی یا اپوزیسیونا سوری دلخوشی خواه جبریارا وگرا پنابران به که تو کس فشار لوان بکه دا دیار کرن که او یک خالک دنه داخوازن اپوزیسیون لگل انجامین لودکه کوم دکه. عبدالرحمن مصطفی راگهاند که لودکه استانبول دو ولاتین گروپا پچوک و دو ولاتین گروپا آسیتانا لخوا گرد و او یک آسویا لحفکرینکی لگل هر دو آلیان نشان دده برف پیشوچونا هولین چارەسەریya سیاسی لسوریه.